توپلنگ بینی دراز توپلنگ بینی دراز چی بگه؟ جیزک توپلنگ بینی دراز ولی بهتر ای کمپیر اگر نبودی مهر و وفا نبودی کمپیر اگر نبودی خانه و در نبودی کمپیر اگر نبودی خانه و در نبودی بیا السلام علیکم و علیکم السلام بیا باشم سازی تنجی سلامتر خوبه ساز چیه پاییت با فکرم که تابت خیره یکون گپ شید همین یه نوری جیزک داری کو خیلی جیزه یه نوری جیزی که خیلی چشمان علاق داری کو گوهر مهمگی ها همون نوری تو نشان نمیکنی یا جنگل نمیکنی شم اکن نخوام مصفید نویرش جنجال کنه جنگ کنه چون جنگ کنم شاخی آخی ما این همه کوچه قطی میگذارم ها مرا میبینی کو ها تو پلنگی بینی دراز تو پلنگی بینی دراز تو پلنگی بینی دراز میگم خبا تو پلنگ جو خفه نشو چقدر خفه نمیشیدم علا همو گوهر ما هم دختره که جوانه تو پلنگ جون و ختم بچه حکی جوانی در جوانی هر کار میشوه همو قدیم همو بزرگام هم گفتیان که عورت چنیش مردک بنیش همین مردک بنیش خوش رو میتوه تو پلنگ جون یا ایسی نگاه کده نه کمتر جون السلام علیکم دیدید تو پلنگ خانه آمده تو پلنگ همو آشی پلو بردار خانه بیار ما قطی تو پلنگ جان خانه میدرایم یا جای آشی پلو بخریم خیلی خانه میریم این وقتی آمده نشیدم نیامد کجا باشی؟ آمده سر توپلنگ بینی درازه توپلنگ بینی دراز حالی بخوافم میلیارد مکومه حالی بهتر بابی مرگن واه تو پلنگ سازی تنجی رحمت بچم همین نویرت ما گفتم که نصیحت کو همین نویرت جیزک تا با همو گپ این همین سر زمین رفته بودم اینو گفتم کم چوخونم با ما رو دیدم یعنی تو پلنگ بینی دراز تو پلنگ جون این گپا رو مان خانه دو قروتاو کردیم بیا قروتاو میخریم قروتاو؟ ها بابا بر وقتر نمیگی بیا قروتاوه؟ یا جیزک السلام علیکم نشناختی؟ نه شروع نگاه کن هر روز میگذاشتم مرا میگفتی کو تو پلنگی نشناختی؟ نه دختر ما یه موقعی تو پلنگی بینی دراز